идомаи ахбор. Дар вилояти Соғ дар доираи барномаи миллӣ оид ба муқовимат бо эпидемияи вируси норасоии мас'улияти одам барои солҳои 2017-2020 чорабиниҳои ташхисию пешгирӣ ва фаҳмондадиҳӣ амалӣ карда мешавад. Гузарондани ташхисҳои тиббӣ ва баланд бардоштани маърифати аҳолӣ оид ба тарзи ҳаёти солим усули самарабахши пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ мебошад. гузориши ҳамкорони мо. با مقصد پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پیشگیری از سرایت و انتقال کرونا ویروس کووید 19 در ولایت سوق یک قطار تدبیرها عملی گردیدند. این تشکیل کات‌های بستری به دوره 14 روزی کرانتینی برای شهروندانی که از خارج کشور برمیگردند، مهیا نمودن شرایط‌ها، ذخیره و تامین نمودن با تجهیزات و لوازمات، سفربری و آمادگی متخصصان، تشکیل و برگزاری چاره‌بینی‌های فهماندهی، رعایت طلبات بهداشتی و پیشگیری از ویروس سرایتی میباشند. حالا در 3 بیمارخانه سرایتی ولایت، شعبه‌های بیماری‌های سرایتی بیمارخانه‌های مرکزی همه شهر و ناحیه‌های ولایت با بیش از 1000 کت بستری و در دیگر مؤسسه‌های طبی ولایت با 1700 کت بیماری همچون کت‌های ذخیروی کرانتینی برای بستری نمایی شرایط‌ها تشکیل کرده شدند. عین حال بیمارخانه با موادهای بی‌ضررگردانی، نقاب‌های یک کرته، خلعت‌های یک کرته، کارجامه‌ها، کمبینزون‌ها و داروباری‌های ضد ویروسی به مقدار کافی ذخیره کرده شده است. تا حال یگان حالت‌های به قیدگیری بیماری کرونا ویروسی یا گمان بر به این بیماری به قید گرفته نشده است. در این بیمارخانه‌های شعبه‌ها برای گذراندن تشخیص و معاینه، تبابت پروفیلاکتیکی همه شرایط‌ها در اساس طلبات طبی سانیتری مهیا گردیدند. از دوره پیدا شدن کرونا ویروس در دولت‌های خارجی، شهروندان جمهوری تاجیکستان و شهروندان خارجی که به حدود ولایت سوق وارد شدند، برای تشخیص و تبابت پروفیلاکتیکی بستری کرده شدند. با مقصد پیشگیری انتقال و پخش‌یابی بیماری سیرویتی کرونا ویروس کووید 2019 و همچنین در سطح آماده باشی قرار دادن مؤسسه‌های تندرستی برای قبول نفرانی که از حدود منطقه‌ای که به این بیماری یعنی که ناگوار است از دیگر دولت‌ها وارد می‌شوند، از طرف سایه سنتری تونگی ولایت منتظم کاربری شده است. در سطح ولایت و همچنین در مرکز ندارد دولت سنتری تونگی ولایت و شهر و ناحیه‌ها ذخیره کافی موادهای بی‌ضررگردانی برای منتظم گذراندن چاره‌بینی‌های ضد اپیدمیکی با مقصد یعنی که پیشگیری کردن چنین سرایت‌ها یعنی که ذخیره کرده شده. در مؤسسه‌های تندرستی ولایت سوق به مقدار لازمه لوازمات طبی از جمله نقاب‌های یک‌کرته طبی، مواد بی‌ضررگردانی، دستپوشک، کارجامه طبی، دستگاه‌های حرارتسنج معاصر، لباس‌های محافظتی انفرادی تامین کرده شدند. بنا به اطلاع ریاست تندرستی ولایت سوق، در مؤسسه‌های تندرستی بیش از 100,000 دانه نقاب‌های یک‌کرته طبی، 110,000 عدد دستپوشک، بیش از 2000 عدد کارجامه مخصوص طبی، اینچنین به مقدار لازمه لباس‌های محافظتی طبی، دستگاه‌های حرارتسنج معاصر تامینند و در ذخیره بیش از 32 تن مواد بی‌ضررگردانی موجود میباشد. شعبه‌های احیاگری، حجره‌های معالجه اینتنسیوی و شعبه بیمارخانه‌هایی که در آنها کت‌های ذخیروی کرانتینی تشکیل کرده شده‌اند با تجهیزات معاصر طبی تشخیص طبابتی از جمله دستگاه نفس صونی، اکسیژنراتور، کاردیومانیتور، پولس اکسیمتر، لارینگاسکوپ و غیره تامینند. در چنین شعبه بیمارخانه‌ها در مجموع نزدیک 550 عدد چنین دستگاه و تجهیزات موجودند. از جمله 120 عدد دستگاه نفس صونی، 145 عدد اکسیژنراتور، 120 عدد کاردیومانیتور، 80 عدد پولس اکسیمتر، 70 عدد لارینگاسکوپ برای تشخیص و طبابت آماده‌اند. پیشگیری از سرایت‌یابی در برابر چاره‌های طبی و تشخیصی پیش از همه از هر نفر وابسته است. باید هر یک شهروند به قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی رعایت نماید. برای این اجرای توصیه و طلبات سانیتری بهداشتی مهم است.